خوبی بچه. اومدیم با ساخت کارواش خونگی با کف فراوان با هزینه 320,000 تومان. تا آخر ویدیو با ما باشید. اگه میخوای اینجوری بشوری اینجوری بشه، باید حتما یه ورودی داریم که یه شیر بهش وصله که بتونین کنکومه رو عوض کنین. یه سرایی داریم که بعد آب به کنکومه میره فشار برداره، چون که جای کف هم هست. خب بچه های، این لوله سبزی که میبینیسیم بهش دارم میره برای کارواش. الان اومدیم واسه کف. خب مایه رو حتما باید بریزیم، مایه یا صابون یا شامپو یا هر چیز دیگه. میتونی حتی برای سمپوشی هم استفاده کنیم. و الان من بستمش. این کفشه بچه. خب کفش حتما فراوونه. نگاه نگوید که ما اونجا که مایه ریختم و از این کار کردم. نگاه کفش حتما فراوونه. اگه چنل ما هم سابسکرایب کنیم خوشحال میشیم. با